الان تصمیم میگیریم چه شکلی باشیم. الان وقتی چجوری خودمون رو پیدا کنیم. دوست داشتن خودمون یعنی پذیرش خودمون. ما با پذیرش خودمون تو صلح قرار میگیریم. از همین صلح درونی تغییر شروع میشه. این تغییر باعث میشه که ما بالغ‌تر بشیم. گهگاهی باید به خود درونیمون عشق بورزیم. بغلش کنیم، بگیم دوستت دارم. اینقدری باید باش رفاقت کنیم که توی ذهنمون نقش ببنده. به نظرت اگر بخوایم خود درونیمون رو نقاشی کنیم چه شکلی میشد؟ کودک درونتو فراموش نکن. بذار بازیگوشی کنه. بذار رویا پردازی کنه. اون همون بخشی از توی که همیشه بلد شاد باشه. بی هیچ دلیلی، بی هیچ منطقی. ببین بستد دل و دین از من دل و دین بستد کافر نکند چندین نکند کافر دوراخ چو قمر دارد چو قمر دوراخ انبر ز قمر رسته ز قمر رنبر چشمش ببرد دلها ببرد چشمش باور نکند خلقان نکند باور حیران شده و عاجز شده و حیران بودگر ز رخش چون بود ز رخش بودگر دل بر زنمی شیرین زنمی دل بر آذر به دلم برزد به دلم آذر عاشق شدم بر وی شدم عاشق یک سر دل من او برد دو دل من یک سر دل بر زنمی شیرین زنمی دل بر آذر به دلم برزد به دلم آذر عاشق شدم بر وی شدم عاشق یک سر دل من او برد دو دل من یک سر نالم ز رخش دائم ز رخش نالم داور ندهد دادم ندهد داور مست صنما چندین عاشق شدم بر وی شدم عاشق یک سر دل من او برد دل من یک سر
بالاخره پیدات میکنه. وقتی میاد تو آمادگی دیدنشو نداری. اون موقع است که میترسی. نمیدونی چه شکلی شده. پر از سوالای بی جواب. اما نترس. اون خود تویی. فقط کافیه در رو باز کنی. اون پشت دره. نگاش کن. همون نگاه آشنا. همون نگاه امن و غمگین. امن به خاطر اینکه همیشه منتظرت بوده و غمگین به خاطر گمشدگی طولانیش. خب جلسه امروز هم تمومه. خسته نباشی علی جان. هفته دیگه باز هم میبینیم. روز خوبی داشته باشی.